به نام خداوند جان و خرد. مبحث امروزمون در مورد صفات تفضیلی کامپرلیتیو و سوپرلیتیو، صفات عالی، یعنی تفضیلی مقایسه‌ای و عالی هستش که تو کتاب دهم یا اول دبیرستان هم هستش، درس دوم فکر کنم. خب علی is tall، اینجا علی فاعل فعل و اینجا صفت هستش. علی قد بلنده. حالا میخوایم علی رو با رضا مقایسه کنیم، یعنی دو تا چیز رو با هم مقایسه کنیم، حالا بیجان یا جاندار. حالا ما دو تا جاندار رو مقایسه میکنیم. علی است taller than رضا. خب قواعدش به چه صورته؟ صفت به اضافه اردن، یعنی ما میگیم که مثلا علی is faster than رضا. علی است fast، سریعتر از رضا. اردن رو که اضافه کنیم میشه تر از. مثلا میگیم علی is fast، علی سریعه. علی is faster than رضا. علی است سریعتر از رضا. خیلی فعل‌های دیگه هم میتونیم استفاده کنیم، مثل bigger، مثل fatter، مثل hotter، یعنی بزرگتر، چاقتر، داغتر. خیلی چیزها رو همینجور میتونیم مقایسه کنیم. حالا یه استثناءاتی هست، حروف صدادار مثل A و E، I، O و U. حالا میخواین حفظشون هم بکنید، این شکلک رو میتونید بکشید جایی که حفظ کنید. بقیهشون مصوت هستن، بقیهشون صامت هستن. از 26 حروف انگلیسی 21شون مصوت هست، اینا صامت هست، اینا مصوت هست، یعنی اینا صدادار هستن. و هر جایی که بیاد مثلا میگیم که بیگر، چون جی بین دو تا حروف صدادار قرار گرفته، آی و ای حروف صداداره، ای و ای حروف صداداره، او و ای جزو حروف صداداره. وقتی که بی صداها یا صامتها بین این دو تا حروف قرار بگیرن باید تکرار بشه، مثل تجدید خودمون تو فارسی دو تا میذاریم، ولی برای این نه. نگاه کنید دو تا حروف صدادار قرار نگرفته. بیگر بزرگتر، فتر چاقتر، هاتر داغتر. خب اینجا کامپرلیتیو بود، تفضیلی. گفتیم که اول صفت میاد و بعد اردن میاد. خب حالا اگر دو وجهی بود، یعنی بیوتی به اضافه فول، یعنی ما میخواستیم صفت استفاده بکنیم و توی صفت ها مثلا اینا تک وجهی هستن، تک سیلابی هستن، تک وجهی هستن. حالا اینجا بیوتی خودش یکی، فول هم یکی هستش. خب میشه دو وجهی. اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم اردن، باید مور بذاریم قبل از صفت، یعنی میگیم flower، گل is است more beautiful than tree. گل است زیباتر از درخت. اینجا وقت مقایسه کردیم نمیتونیم بگیم اردن، جز قواعدش هست. یا مثل expensive خیلی داریم توی انگلیسی، دو سیلابی خیلی داریم، دو وجهی خیلی داریم. more expensive than، مثلا میگیم گل گرونتر از اون درخته. یا دیگه باز میتونیم مثالهای مختلفی بذاریم. خب این شد از تفضیلی ها. حالا مقایسه ها. حالا مقایسه ها یعنی در واقع برابری، صفات برابری. حالا تو صفات برابری مثلا میخوایم بگیم علی همقد رضا، علی سرعتش اندازه رضا، یا رضا سرعتش اندازه علیه، یا رضا به اندازه، یا علی به اندازه رضا سرعتمنده، یا به اندازه رضا بزرگ چاقه. علی ایز از میذاریم، صفت رو میذاریم وسطش. علی است، علی ایز، علی است از تال از رضا. علی است به بلندی رضا، یعنی قدش همقد رضا. علی است از فست از رضا. علی به سرعت رضا، یعنی به اندازه رضا سرعت داره، به اندازه رضا سرعتمنده، به اندازه رضا بزرگ، به اندازه. ما میایم از میذاریم صفت و بعد از. پس این شد صفت برابری، یعنی همسان سازی، یعنی مقایسه میکنیم ولی همسان سازی. او بالایی مقایسه میکنیم یکیشون برتری داره، یکیشون بر یکی برتری داره، ولی اینجا دوتا با هم مساوی هستن.
خب حالا صفت عالی چیه؟ صفت عالی یه دونه است، یعنی دیگه با هیچ که مقایسه نمی‌کنیم، با همه مقایسه می‌کنیم و تک هستش، به خاطر همین هم the میذارن. علی is the مثلا tallest، علی بلندترین، یعنی کسی تو دنیا دیگه بلندتر از علی نیست. علی is the fastest، علی سرعت ترینه. علی is the richest، علی ثروتمندترینه. ببین the بعد به اضافه صفت به اضافه ایست. همین the تو فارسی معادل نداریم، مثل مثلا میگیم الکتاب، چیزی که معروف باشه از the استفاده میکنم. تو کلیپ‌های قبل توضیح دادم. مثلا میگیم که الارض تو عربی هستش، تو اسپانیایی مثلا میگن ال، مثلا میگیم که الارض، منظورش همین کره زمینه. یا تو مثلا توی حالا تو آلمانی مثلا در میگن، در دی داس، برای چون اونا مؤنث مذکر هم دارن. حالا توی مثلا اسپانیایی یا ایتالیایی ال اول میارن برای اسم ها. حالا تو فارسی معادل نداشت، من بگم چرا ذ بردن. وقتی یه چیزی معروف باشه و یه دونه باشه ذ میذارن پشتش، بهش میگن حرف تعریف معین، چیزی که معروف باشه و معین هم باشه، بدونیم چیه. خب حالا همینجور که ما اینجا استثناء داشتیم در این قسمت و دو سیلابی یا دو وجهی بود که دیگه نمیتونستیم اردن بگیم، مو رو بردیم. تو قسمت سوپرلیتیو یا عالی هم به همین صورت، یعنی میخواستیم بگیم که مثلا میخوایم بگیم که زیباترینه، چون اینجا زیبا از دو سیلاب تشکیل شده، بیوتی و فل، یعنی بیوتی زیبا، فل یعنی پر از زیبایی، یعنی زیبا. حالا اینجا میان چیکار میکنیم؟ میان the most میذاریم، the most beautiful flower is the most beautiful، گل از زیباترین. diamond یعنی الماس، diamond is the most expensive، الماس از گرانترین. این هم دو سیلابی هستش، یعنی دو جا ما اگه بخواینم مثلا متوجه بشین چیزی تک وجهیه یا دو وجهیه، حتی سه وجهی چهار وجهی هم داریم، دو قسم، مثلا میگیم expensive، مثلا دوتا هم رد کرد، ولی مثلا rich، fast، tall اینا تک وجهی هست. یه مروری هم میکنم براتون. اگه کامپرلیتیو باشه، تفضیلی باشه، میگیم که حالا مقایسه هم میکنه ولی یکیشون برتری داره، ولی توی از اینجا نه، مساوی است. صفت به اضافه اردن تو کامپرلیتیو یعنی علی ایستال. حالا میخوایم یه جمله خیلی ساده است که براتون نوشتم، ولی میخوایم مقایسه بکنیم با رضا، میگیم رضا is taller than، علی is taller than رضا. یا میگیم علی is faster than، هر چیزی که خواستیم بذاریم ولی تگ جایی باشه، یعنی تگ وجهی باشه و اردن اضافه میکنیم، علی is faster than رضا. و این موردم بهتون گفتم اگر بین دو تا حروف صدادار قرار بگیره، اینم 5 تا حروف صدا دارن که گفتیم 26 تا انگلیسی داریم، حروف انگلیسی داریم که 21ش صامته یعنی ساکنه 20 صداست و 5 تاش مصوته صدادار. حالا اگه تی بین دو حروف صدادار قرار گرفت، این تیه، بین دو حروف صدادار 2 تا تی میذاریم، گفتیم مثل تجدید خودمون توی فارسی. و قسمت بعدم اگر ما دیدیم که دو سیلابی باشه بخوایم مقایسه بکنیم و مثلا دو چیز با هم مقایسه کنیم، فلاور گل از زیباتر از درخت، میشه flower is more beautiful than tree. اینجا بیوتی دو وجهیه، ما مور میاریم قبلش دیگه، مثل بالایا اردن نمیذاریم. گل است زیباتر از درخت. یا میتونید مثالهای مختلفی هم بزنید. برابری هم گفتیم که از به اضافه صفت به اضافه از. علی ایز از تال از رضا، علی است به بلندی رضا، علی به سرعت رضا. حالا برعکس هم میتونیم بگیم رضا ایز از تال از علی. و تو سوپرلیتیو ها هم تو عالی، صفت عالی هم اونجا هم به اضافه صفت به اضافه است.
و میگیم علی is the tallest، دیگه چیزی بعدش نیست، جمله رو میبند. علی بلندترینه، علی سریعترینه، علی پولدارترینه. حالا اگه تو این قسمت هم باز دو وجهی بود مثل beautiful، expensive و موارد مختلف، ما از must استفاده میکنیم. the most beautiful. امیدوارم این مطالب به شما کمک کرده باشه. در پناه خدا باشید.